این اورها از لحظه‌های آخری کارهای ساختمانی در پل موقتی بالای دریای یاخسو در مرکز ناحیه واسه یکی از صحیفه‌های تاریخ راهسازان کشور ثبت خواهند گردید. 17 اکتبر بین هر دو طرف دریا پل به ساحل رسید. کارهای بندوبست پل بالای دریا در این روز پورا به انجام رسیدند. برای رسیدن به چنین هدف ساختمانچیان تاجیک و خیتایی مدت قریب 1 ماه زیادتر اینجا مهنت کردند. بین 2 ماه تیار کردیم. این اوزی مستحکم کنی راه‌ها، قبط راه‌ها نیت داریم که این 2 روزه اسفالت شگیریم و راه رو به استفاده دهیم. راه موقتی 30 تن هم برداره. 30 تن بردارش ماست است. انشاءالله که ما این حال قبول داریم پل موقتی می باشد. بعد از این پل را سپردن ما با دریای سرخاب در اونجا نیز رابطه داریم. پل موقتی می باشد اونجا و پل اساسیش بازسازی کرده می شود. در دایره چهاربینی هایی که با ما گذاشته شده است 2 تا پل اساسی را باید از نو سازی کرده شود. طور و این پل ها دارای اهمیت بین‌المللی دارد چون که در اینجا ماشین های نقلیات های بارکش بسیار عادی دارند رو بیا میکنند صادرات و واردات را برای ابریشم هم وابستگی داره. بله این اساس راه ابریشم و پیوستگی راه ابریشم در همینجا شروع می شود از سرحد چین تا سرحد قرقیزستان راه ابریشم است. درازی پل 100 متر را تشکیل داده، پهنایی آن 6 متر است. از هر دو طرف راه برای حرکت پیاده‌گردان راهروی برش 1 متر مهیا کرده شده است.